قصه آقای بیرانوند. عرض کنم خدمتتون که آقای بیرانوند خب به ما یکی از دوستان اعلام کردن که آقای بیرانوند میخوام به اصطلاح قراردادشون فسخ بکنن. با ما یه قرارداد جلسه‌ای گذاشتن و گفتن که ما می‌خوایم با شما جلسه داشته باشیم. بنده گفتم که باشه حالا میایم جلسه رو میریم. اومدیم جلسه، تو جلسه با ما صحبت کردن. خب ایشون بازیکن خیلی بزرگی هستن. منم برای تقویت تیمم هر کاری می‌کردم در اصل و با کادر فنی هم صحبت کردم. اوکی بود کادر فنی هم. ایشون هم صحبت کردن. ما رفتیم با جلسه گذاشتیم با آقای بیرانوند و آقای بیرانوند درخواست من بهشون اول توصیه کردم، گفتم که آقا شما به اصطلاح به خاطر پیرن قرمز و این پرسپولیسی بودن و این چیزا تبعات داره برای خود شما، این کارو نکنید. ایشون اعلام کردن که نه من میخوام به اصطلاح فسخ کنم قراردادمو به خاطر یه سری مشکلاتی که با باشگاه دارم میخوام فسخ کنم و یه مبلغی اعلام کردن. خب منم یه اسپانسر داشتم، اون اسپانسرم حالا میگن چرا پولو نمیاره برای مطالب دیگه. خب اون اسپانسر دوست داشت فقط با آقای بیرانوند این کادو رو بده در اصل، اسپانسر این آقا. و من با اون اسپانسرم صحبت کردم. 100 میلیارد درسته؟ حالا دیگه قیمت رو دیگه حالا دیگه تعیین نکنیم. اسپانسر رو صحبت کردم، یه مبلغی رو که قرار شد باشگاه قرار داد به بنده 2 ساله اسپانسر، که من اول خیلی توضیح دادم 2 سال خیلی بهشون صحبت کردم که این کار اتفاق نیفته، ولی خب خودشون گفتم ما مشکل داریم. تا اینکه فردا من دیدم قراردادشون صبح زود اطلاع رسانی شد که قراردادشون رفتن فسخ کردن، که من البته از لحاظ معرفت و مرامی بنده به آقای درویش دوست عزیزم زنگ زدم، گفتم که آقای بیرانوند با ما در ارتباط بوده و قراره که این اتفاق بیفته و ایشون گفتن که نه ممکن نیستش این اتفاق، چون ما قرارداد داریم با ایشون. این اتفاق ما لحاظ معرفتی این کار انجام دادیم. فرداش این اتفاق که افتاد، آقای قربانزاده صبح ساعت 8 به من زنگ زدن. من در اصل 10 روز دنبال آقای قربانزاده میگشتم، پیداشون نمیکردم. آقای قربانزاده ساعت 8 به من زنگ زدن و اعلام کردن این قصه بیرانوند چیه، که بنده گفتم آقای دکتر نیستید، ما خیلی دنبال شما هستیم، یه سری کارا رو می‌خوایم انجام بدیم، یه سری کارا هستش که ایشون گفتن حالا شما با اس ام اس و اینا، که بنده گفتم که آقا بنده کارم اداریه نمیتونم با اس ام اس با شما ارتباط داشته باشم. گفتن قصه بیرانوند چیه، که گفتم قصه اینه، به این صورت یه آدم که اینه مثل پرسپولیس هم هستش دیگه، کسایی که دارن به پرسپولیس کمک میکنن، استقلال هم اومده داره کمک میکنه، هوادار متمول حالا داره کمک میکنه، بالاخره داره کمک میکنه. استقلال هم یکی اومده این کارو داره انجام میخواد بده و خود ایشون هم اومدن، که دیدیم که سریع خبرها اومدش که گفتم باشه و خداحافظی کردیم. این از کجا پولو میارید و فلان و این صحبت ها بودش. بعد گذشت و تا اینکه وکیل آقای بیرانوند درخواست جلسه کرد. من همون روز چون فکر کنم با یکی از بازیکن‌ها جلسه داشتم، گفتم بذار یه زمان بخوره، قبول نکردم، گفتم فردا جلسه رو بذارید. که شبش هم که با فوتبال برتر صحبت کردن که همون قصه‌ای که عشق مال دهه 60 و نمیدونم واقعا هم همین راست. بعد خلاصه اومد و جلسه ما برقرار کردیم، جلسه با وکیل آقای بیرانوند و ایشون هم تمام توافقاتمون رو انجام دادیم. چهارشنبه قرار شد ساعت 7 جلسه داشته باشیم، همون روزی که من استعفا دادم، چهارشنبه ساعت 7. من یه برگردم عقب، اول یه سری اگه یادتون باشه تو مجمع سر موضوع اجزای بیرانوند صحبت کردید، با کادر فنی صحبت کردیم، اوکی، یعنی تایید و جواب هم ما بوده. خب می‌خواستیم تیمو این مرحوم زمان بوده، آقای حسینی هم بودن، بالاخره تیمو ما می‌خواستیم ساعت 4. دیدم ساعت 4 و 5 بود، به من اس ام اس داد، ساعت فکر کنم 3 یا 4 5 نمیدونم ساعت و دقیقه، حالا اس ام اس به من دادن که آقا چرا نیومدید جلسه. گفتم که همون فردای امروز آقای قربانزاده اسدی و یاسین رو میگین دیگه حالا اسم من نمیخوام عرض کنم خدمتتون که به من اس ام اس دادن، گفتن که چرا نیومدید جلسه. منم عرض کردم خدمتشون که آقا جلسه‌ای برگزار نمیشه. گفت چرا؟ یه جلسه هفتگی میذاشتن یا ماهیانه میذاشتن که مثلا مشکلات رو بشینیم حل کنیم ما هم، که خروجیش هم هیچ وقت در نمیومد ازش، چون ایشون بیشتر تو فضای مجازی سیر میکردن تا مدیریت خصوصی. بعد عرض کنم خدمتتون که گفتم که من جلسه دارم، با 2 تا بازیکن جلسه دارم، 2 تا از بازیکن‌ها جلسه دارم و ساعت 7 با آقای بیرانوند من جلسه دارم، که گفتن که هیئت مدیره از شما راضی نیست
اون هیئت مدیره که ما هفته پیش همه تو جریانن. بعدم من هفته اون موقع شما اعلام کردید مدیر عاملی و بنده. من یک ماه پیش حکم مدیر عاملی گرفته بودم از هیئت مدیره ولی خودم نمیخواستم اعلام بکنم به هیچ عنوان، هست نامش نمیخواستم اعلام کنم. گفتن که هیئت مدیره راضی نیست. گفتم چقدر جالب، من که با اینا همش شب تا صبح بغل منن اینا، چون هیئت مدیره اعضایی اومدن که بنده خدا تو باشگاه مستقرن و ایشان اینجا اگه مشکلی هست که گفتن شما دارید از آقای آجلو بدتر میشید. بعد اس ام اسشون هست، اگه خواستید من الان به شما میدم شما ببین اس ام اسشون. آخر اس ام اسشون هم زد آقای قربانزاده فرمودن دیگه. بله که هر توافقی هم بکنید هیچ اعتباری نداره، در جریان باشید. که بنده زدم ممنون، چقدر جالب هستید شما. یا اگه خواستید میتونید شما ببینید. من میتونم حرکت کنم؟ عذرخواهی میکنم که دیگه توهمی نباشه فردا بگن آقا اینا، چون من همه اشکالی نداره. ببخشید. نه ببخشید. خودکار آقای هیئت مدیره رفته شما رو قبول ندارد، جلسه هم با هیئت مدیره ندارید چه اطلاعاتی. بله شما ادامه بدید. بله. که این اتفاق که افتاد دیگه بنده به آقای چون من آدمی نبودم که بخوام هر توافقی بکنید چه اعتباری نداره، در جریان باشید. ممنونم، چقدر جالب است. من زدم چقدر جالب. بله جواب شما بود. آره. بعد اومدیم دیگه اعلام کردیم با آقای، الان عرض می‌کنم، با آقای امیری گفتم که تماس بگیرید با وکیل آقای بیرانوند، جلسه ساعت 7 رو کنسل بکنید و همچنین بازیکنایی که جلسه باشون داریم همه رو کنسل بکنید. بنده هم استعفامو دادم. بیرانوند به خاطر همین نیومد استقلال که بنده کنسل کردم جلسه رو ساعت 7 که ساعت 8 رفتن کجا؟ توضیح دادید؟ بله ساعت 8 کجا رفتن؟ ساعت 8 شب 9 شب کجا رفتن؟ باشگاه پرسپولیس دیگه. چرا شب یعنی آقای قربانزاده توضیحی که شما دادید این بود، یه پرانتز باز که آقای قربانزاده بله اونجا هم که اس ام اس رو داد، همون روز چهارشنبه اس ام اس رو داد که ما خوندیم الان اینجا. یه بحث دیگه